در کندز از سوی پلیس عامل چندین قتل پلیس محلی بازداشت گردید. مقام‌های قماندانی امنیه کندز میگویند که یک تن از قماندانان مهم شبکه حقانی را به نام امام الدین مشهور به بلال که عامل اصلی قتل چندین سرباز پلیس محلی می باشد بازداشت کرده اند. خوشبختانه در اثر سعی و تلاش منصوبین مدیریت مبارزه با تروریسم و عامل اصلی قضیه که نه تنها در موضوع قزاق مستقیما دخیل بود و عامل اصلی قضیه بود، بلکه در دو مورد دیگه هم که در یکی در ساحه زاخیل قدیم رخ داد همچون قضیه مشابه و چند قبل هم در یکی از پوسته های خیزش مردمی اولسوالی خاناباد رخ داده بود. این فرد دستگیر شد. که فرد بازداشت شده سال گذشته و در سال روان بالای 2 پوسته پلیس محلی و 1 پوسته خیزش مردمی در سطح این ولایت با همکاری افراد نفوذیش حمله کرده بود که در نتیجه آن بیش از 17 تن از سربازان پلیس محلی و خیزش مردمی را به قتل رسانده بود. نمی محمودین ده په مشوره باندې هغه کې بلال ده طالبانو کې دغه پوسټې د محمد اګول هم ونیولې 9 کسانه پکې مړه شول یو دانه ټپي شو. با این حال شورای ولایتی کندز از نفوذ مخالفان مسلح حکومت در صفوف نیروهای امنیتی در این ولایت به شدت نگرانی کرده و از مقامهای ارگانهای امنیتی کندز می خواهد تا افراد نفوذی این گروه را شناسایی و صفوف نیروهای امنیتی بیرون کند. اما قماندان امنیه کندز نفوذ گروه طالبان مسلح را در صفوف پلیس این ولایت رد کرده میگوید که نهادهای کشفی و استخباراتی آنان در تلاش هستند تا اشخاصی که در صفوف پلیس به مخالفان مسلح حکومت فعالیت میکنند شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. تا کنون مخالفان مسلح حکومت در پیوند به بازداشت این قماندان شبکه حقانی چیزی نگفته اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.